بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که آیا گرفتن قرضهای ربوی از بانک جایز است یا نیست؟ امروز دولت‌های کفری سیستم بانکی که دارد، در اون یک سیستم قرضدهی وجود دارد. یعنی هر انسان میتواند به شرط‌های خاص، البته به شرط‌های خاص قرض بگیرد. قرض‌های دراز مدت یا کوتاه مدت، اما بری به پرسنت معینی. هر ماه قرض گرفته شما زیاد میشد، یعنی قرض‌های ربوی. امروز معروف است به کردیت. آیا گرفتن قرض‌های ربوی، کردیت از بانک‌ها یا از غیر بانک‌ها، از شرکت‌ها یا از انسان‌ها جایز است یا نیست؟ البته این به نص قرآن و نص سنت، نص قرآن و سنت و به اجماع علمای این امت حرام است. گرفتن کردیت، گرفتن پرسنت، گرفتن قرض به پرسنت و استفاده بردن و آیسته گردانیده دادن، این حرام است و این یکی از بزرگترین گناه‌های وزنین‌ترین گناه‌های کبیر است. یک گناه کبیره عادی نیست، از بزرگترین گناه است. الله سبحانه و تعالی میگه احل الله البیع و حرم الربا. الله خرید و فروش رو حلال کرد و اما ربا رو، پرسنت رو، گرفتن کردیت رو، قرضگیری که به پرسنت باشد، حرام کرد. اما مشرکا گفتند انما البیع مثل الربا، خرید و فروش هم مثل یک ربا است. گفتند قرض میگیرید، قرض میدید، در خرید و فروش هم پرسنت هم همین است و آن است و این است. مشرکا گفتند. البته سخنشون باطل است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان گفت آنانی که ربا میخورند اگر بس نکنند فاذنوا بحرب من الله و رسوله. اعلان جنگ با الله رسول کردند. کسانی که کردیت میگیرند، به کردیت مشغولند، کردیت میدهند، بیزنس کردیتی دارند، پرسنتی، ربوی، حرامی دارند، اینها اعلان جنگ با الله کردند. حرام است نام این کردیت شود، نام این مضاربه شود، نام این دیگر چیز شود، هم حرام است. در یکی از شهرهای روسیه وقتی که من بودم، بعضی از انسان‌ها مسلمان، بعضی از مسلمان‌ها قرض میدادند به پرسنت، میگن که این به تو قرض 4 ماه 5 ماه، لیکن هر ماه فلان پرسنتی زیاد میشد. من به تو 100,000 تیم، بعد از 5 ماه به من مثلا 120,000 روسی میبری میتی. و نام اینه گفته بودند مضاربه. این مضاربه نیست، والله این تهمت است، این دروغگویی به شریعت است. فقط نام ربا رو، نام پرسنت رو مضاربه گفتن. مردم فکر کرد که سبحان الله در حقیقت مضاربه نه، این چنین نیست. گرچند که نام ربا دیگه شود، نام ربا مضاربه شود، نام ربا تجارت شود، نام ربا کردیت شود، این ربا است، این پرسنت است، این حرام است. به این دست دادن، این اعلان جنگ کردن به الله است. و این به نص قرآن و سنت حرام است. یگان نفری از علما یا یگان نفری از اهل سنت در جماعت از کسی نشنیده ایم و نگفته است و ندیده ایم و در هیچ جای وجود ندارد که گفته باشد که بله کردیت گیرید، یعنی پرسنت قرض گیرید و آیسته گردانیده دید و غیره. حرام است و حرام است، حرام است. و البته رسول اکرم صلی الله علیه و آله حرام کردند و لعنت کردند کسی که ربا میخرد و ربا میدهد. دهنده ربا و گیرنده ربا، کسانی که در مسئله ربا قطعی هستند، به لعنت گرفتارند. حرام است به پرسنت بیزنس کردن، پول دادن به قرض پرسنتی گرفتن و این همه پول مالی همون انسان حرام است. الله المستعان. پس انسانی که از اسلام خبر دارد، مسلمان است و از توحید خبر دارد، از این چیزها باید زود توبه کند و به سوی الله بازگردد، انابه به الله کند، بازگشت به سوی الله کند. اما سوال دومین این برادر این است که اگر یک مسلمان رود از این بانک های کافرها پرسنت
یعنی همون کردیتور قرض‌های کردیتی گیرد، همون قرض‌های ربوی گیرد، مثلا رفت از بانک $100,000 گرفتی یا $50,000 گرفتی، همون گردانیده نتیاد، آیا جایز است یا نیست؟ بله، این به اتفاق 4 مذهب اهل سنت و الجماعت جایز است که میگند اگر در یک زمینی باشد که این زمین دارالحرب باشد، یعنی در اونجا معاهد، کفار معاهد، کفار مستأمن، کفار ذمی نباشد، یعنی کافری که ذمی نباشد، کافری که معاهد نباشد در بین او بین مسلمان ها، کفاری که ذمی نباشد، یک کفاری که محارب باشد، یعنی کافرهایی که به مسلمان ها جنگ میکنند، آشکار دشمنی میکنند، از بانک های اونها پول گیرید و گشته ندهید، فریب دهید، جایز است. به اتفاق 4 مذهب است. امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمه الله چیز جایز میدن و علما در کتاب فقهشون ذکر کرده هستند. و ابن حمام حنفی هم این مسئله ذکر میکرد و غیر ذلك. اما رفته گرفته زندگی کردن، سبحان الله، یعنی پولی همون پولی بانک گرفتن جایز نیست. اما مسئله خرید و فروش کردیتی این دیگر مسئله است که ما در این مسئله جواب داده بودیم. بارک الله فیکم.